ببین موضوعی که این سری برات آماده کردم و معادل فارسیش خیلی سخته. بذار سرچ کنم. داری گوگل ترنسلیت میزنی؟ نه، یه دقیقه صبر کنی بهت میگم. دانلود موضوع جدید نوشتی؟ نه، خب یه دقیقه آروم باش. چقدر سخت. خب خب دومین سایت داری موضوعشو میبینی. سلام، وقت بخیر، ارادت، خوش اومدید به طبقه همکف. سلام بچه ها، خوش اومدین به یه برنامه جذاب. آره جذاب. شاید موضوع پیدا کرده. موضوع پیدا کردم. چی؟ آقا یه کلمه ای هستش توی زبان انگلیسی به یک مدل رفتاری میگن. من مدل فارسیشو پیدا کردم بالاخره بعد از مدت‌ها. پیپل پلیژر. خب معادل فارسیش میشه فرد مهرطلب. من این مسئله خیلی برام دغدغه بود برای شخص بنده و به صورت اتفاقی یک کلیپی رو تو اینستا دیدم و گفتم که خب بیا طبقه همکف رو با این موضوع استارتش رو بزنیم، چون فکر میکنم که همه با توجه به فرهنگ تعارف حداقل هممون این موضوع رو داریم تجربه میکنیم و سرش اذیتیم. خب کلیپی که دیدم تجربه آدمایی که دارن از این موضوع رنج میبرن. مهرطلب هایی که دارن رنج میبرن از این موضوع. جالبه. خب این کلیپ برگشت گفتش که تو 90% آدمایی که تو دور و برت میبینی و باشون آشنا میشی قراره که واسه شون یه خاطره باشه. اینو مطمئنم که خیلی دیگر مثل من فقط برای تایید شدن توسط دیگرانه که سعی میکنن به هر روش خوشحالشون کنن. این قضیه باعث میشه که هر جور شده اون شخص و یا اون موقعیت رو نگه دارم، حتی به قیمت اینکه به خودم آسیب برسونم. و من همه دوستامو اینجوری تونستم نگه دارم که اگر بیشتر خودم رو دوست داشتم دیگرانم بیشتر من دوست داشتن. بارها و بارها و بارها این کارو کردم. واقعا آره، اگه تمام این وقت و انرژی که برای بقیه گذاشتم واسه خوشحالی بقیه گذاشتم واسه خودم میذاشتم، الان روح و روانم آسوده تر بود. همیشه سعی کردم که حق بدم بهش بابت هر اتفاقی که میفته. قبل از اینکه هر بار میخواستم اونو بازخواست کنم اول خودم 1000 تا جواب تو ذهن خودم برای خودم میساختم که اونو خودم تو ذهن خودم تبرئه‌اش کنم. میشه خوب بودن و مهربون بودن دیگه از یه جای به بعد نمیبینن که داری بهشون خوبی میکنی یا بهشون لطف میکنی، میکنن همینی تو باید این کارو بکنی. این قضیه واقعا باید بگم که به تجاوزم رفت. من تو 17 سالگی متاسفانه مورد تجاوز نه ولی مورد تعرضی که قرار گرفتم که از فامیلامون بود. برای اینکه 2 تا خانواده رو درگیر نکنم، برای اینکه برادرم ناراحت نشه، برای این از من بدشون نیاد، برای اینکه راضی نگه دارم، همه رو سکوت کردم، هیچ نگفتم. احساس می‌کردم که اینقدر باید همه دوستامو راضی نگه دارم، به همه حرفاشون گوش کنم. همیشه یه عذاب وجدانی با من بود و هست. یه جوری ترس از دست دادنه، یعنی ما همه رو خوشحال میکنیم، راضی نگه میداریم که یه وقت از دستشون ندیم یا تنها نمونیم. و من اصلا نمیدونستم تا سالها که دارم این کار انجام میدم، ولی این کار انجام میدادم. کم کم شکل رفتاری من به وظیفه عادت تبدیل شد. دیگران اگر من شکل دیگه رفتار میکردم عجیب و غریب و ناخوشایند بود. شاید مثلا خواهر برادر من هیچ کاری نکردم ولی از نظر من، به نظر من خب خیلی کار کردن که باعث شده من به اینجا برسم. تربیت کردن کسی که بخواد اعتماد به نفس داشته باشه خیلی سخته. من یه پارتنری داشتم، یه رابطه جدی داشتیم، تصمیم گرفتم یه سنگ بزرگی بردارم، مهاجرت یه نفره، مهاجرت 2 نفره. ویزا رو با اون ارتباطایی که خودم داشتم قبلا تو سفارت اوکیش کردم، بعدش هم رفتم کار رو اوکی کردم، اون رو اوکی کردم، اقامت رو اوکی کردم، مجوز کار رو همه چیشو اوکی کردم، همه چیشو خودم اوکی کردم که اون بیاد و اون راحت باشه و بعدش با هم دیگه زندگیمون رو شروع بکنیم. ولی از این قرار شد که این دوستمون اومد و 7-8 روز نکشید درخواست، یعنی خواست که جدا بشیم. هر نشونه ای از من توی زندگیش بود و پاک کرد. بزرگترین ضربه بود که حالا خوردیم. یه تشکرم بکنیم از امیر پارسا نشاط عزیز که
این ویدیو رو چند سال قبل این تجربه ها رو جمع کرده بود و توی ویدیو تو اینستاگرام منتشر کرده بود که ما هم استفاده کردیم ازش. ببین خیلی جالب بود و مبحث عمیقیه به نظرم. نیاز به چندین و چند مؤلفه مختلف برای بررسی کردن داره. اولیش شاید این که ما باید بشناسیم، که اصلا ببینیم که این موضوع یک شناختی راجبش پیدا بکنه آدم، بدونه که اصلا این موضوع از کجا نشأت گرفته، اصلا آیا شامل این اسم میشه این چیزی که حالا من چه امروز رفتم یه بستنی دادم به یه نفر که یه نفر خوشحال کنم. خب پس من بیام بگم من مثلا تحواره چیز دارم، مهرطلبی دارم؟ نه. اول باید بشناسیم که ببینیم اصلا ما شامل این بخشه میشیم، اون آدمی که داریم راجبش این فکر رو میکنیم شامل این میشه یا نه. این سر جای ببین خودش. یه مسئله هستش، کسی که از این مشکل رنج میبره بابت خرید بستنی رنج نمیبره. خب من حالا توی زندگی خودم متاسفانه این رفتار رو دارم. بله. خب و به صورت افراطی به فکر بقیه هستم. بله. خب یعنی این که من ترجیحم اینه که من آسیب ببینم حتی، خب نه بابت مهرطلبیه، بابت این که بقیه راضی باشن، بقیه سختی نکشن. خب ترجیحم اینه که همیشه مثلا اون کسی که اذیت میکنه نباشم، اون کسی باشم که اذیت میشه. و این مسئله‌ایه که اصلا حس میکنم که باید بهش پرداخته بشه، که الان دارم یه مقدار رو خودم کار میکنم، دارم به یه نتیجه هایی میرسم که آقا قرار نیستش که همه از تو راضی باشن، قرار نیست تو همه رو خوشحال کنی، خوشبختی کسی اصلا در گروه کارهای تو نیست. این چیزاییه که مثلا در طول روز با خودم تکرار میکنم، سعی میکنم این چند وقت اخیر توقعهای بقیه رو از خودم بیارم پایین و خیلی مسئله سنگینی روی رفتارهای آدم تاثیر شدیدی داره. ببین کاملا باید موافقم. این که در تو حالا من شناختی که به عنوان یک دوست چندین و چند ساله از تو دارم، بله من این رفتارها رو در تو میبینم، در خودم هم میبینم یه مقداری، یک بخشی و یک جایی خودم هم این کارو میکنم. دقیقا نکته حرف من همینه. شاید چقدرش به اصطلاح عینکیه که ما میزنیم به چشم خودمون که آقا من این کارو کردم، من این کارو کردم، من فلان کردم، من فلان کردم. چقدرش واقعیت داره، چقدرش واقعا تو مهرطلبی کردی و یک سرویسی رو دادی که اصلا نباید میدادی، نیازی نبوده بدی برای خوشحال کردن افرادی که اصلا نیازی نبوده خوشحالشون کنی، کاری بوده که خودشون باید انجام میدادن، خودشون باید پسش برمی‌اومدن. چرا این حرف رو میزنم؟ من در عین حال کسی رو میشناسم که به خودش میگه مهرطلب و نه تنها مهرطلب نیست، این آدم یه آدمیه که نمیدونم اصلا، حالا من روانشناس نیستم، نمیدونم، شاید هم باشه، شاید مهرطلب باشه، ولی من فکر میکنم یه برچسب بازنده هی مدام به خودش میزنه. متوجهی چی میگم؟ آره این فرق داره. این فرق میکنه. یعنی میگه من نمیدونم تمام آدمای دورم باید راضی نگه دارم، به من سخت گذشته، قر میزنه. آره این یه لیبل زدن کلا احساس میکنم توی این دوره و زمونه یه چیزی شده، اصلا خیلی عادی نورمالایز قشنگ، یعنی شما همه جا میبینی هر چیزی. آره همه خودشون رو مستحق توجه دیگران نشون بدن. خیلی قشنگ گفت، خیلی قشنگ گفتی. نکتهش دقیقاً حرف منم همینه. من میگم اصلا الان توی دوره‌ای هستیم، توی برهه‌ای هستیم، حالا در گذشته شاید اینطوری نبود، هر کی هم هر چیزیش میشد، یا اگه مریضم بود میگفتم بابا پاش خودت به مریضی نزن. آره الان از اون ور بوم افتاده و الان اینطوریه که هر کسی هر چیزی میبینه، یه روز همه ADHD ان، یه روز همه مهرطلبن، یه روز همه پارانویدن، هر روز ما یه داستانی داریم. یه انگار کلاس بچه واقعا کلاس نداره این برچسبا رو. آره اصلا دلیل نداره. حالا اصلا من نمیگم شما برای
یه نفری برای اینکه کلاس داشته باشه اینو برچسبو به خودش میزنه. نه، من اینطوری نگاهش نمی‌کنم. وجه تشابهی میبینه در خودش و یک آدم ADHD توی اون یه پاراگرافی که خونده میگه خب مثلا افراد ADHD خیلی برخورد میکنن با اشیاء دور و برشون. آقا پس من اینجوریم، من ADHD ام. آره، حالا به خاطر مطالعه کم میتونه. و حالا مثلا پاراگراف دوم، مثلا خط دوم پاراگراف اول نوشته که افراد ADHD مثلا پرش افکار دارن، عدم توانایی تمرکز کافی بر روی یک مسئله مشخص. خب منم که اینطوریم. اون روز داشتم با مرجان جون صحبت میکردم راجع به فلانی، یهو وسطش مثلا بحث پیتزا شد، من رفتم تو پیتزا. نه آقا این متر ADHD نیست، اصلا اینطوری کار نمیکنه. آره ببین در کل ADHD، OCD، نمیدونم پارانوید، اینا چیزهایی هستن که کسی که واقعا داره دانشش رو داره باید از شما این رو استخراج کنه. ببخشید من کامل کردم. کسی که با این موضوعات داره دست و پنجه نرم میکنه جوری داره ازش عذاب میکشه که حتی حاضر نیست به کسی بگه آقا من ADHD دارم، سعی میکنه ADHDش رو حتی مخفی کنه. بله معمولا اینطوریه. این موضوع هم همینه به نظر من. کسی که از مهرطلبی رنج میبره، ببین این دلیلی که من خودم تصمیم گرفتم که رو خودم کار کنم و اوکیش بکنم دقیقا همین بود که نمیخواستم این لیبل به هم بخوره. خب یعنی اصلا کلا دوست ندارم طبق معیارهایی که الان هست و همه به خودشون لیبلی میزنن، هیچ لیبلی دوست ندارم اینجا باشه. آره من مدام از 17-18 سالگی به این ور به بزرگسالی دوست داشتم، سعی بر این داشتم که آدم نرمالی باشم. حالا قبلش دقیقاً خب توی سنی آدم، تو کودکی، تو نوجوانی همش دوست داره آدم متفاوت خاصه، مثلا فلان فلان باشه. نه الان واقعا برعکس جریان. ولی آره یه لیبلی رو گرفتن دستشون آدم‌ها مدام میزنن به هم. جدای این بحث کاری نداریم که حالا تو این ویدیویی که شما به ما نشون دادی چقدر آدم‌ها فکر میکنن که این اتفاق داره واسهشون میفته. یه بخش دیگه ای از شناخت هست. برفرض که من مثلا طرحواره مهرطلبی دارم، اینجا باز دوباره شناخت میاد وسط. یکی هست میگه من یه سری کار دارم میکنم که مثل شما حرفی که شما زدید، من یه سری فرایندی رو دارم انجام میدم که آدمای دور و برم رو راضی نگه دارم، در صورتی که اصلا نیازی نیست من این کارو بکنم. اصلا این آدما خودشون باید برن مشکلشون رو حل کنن. من این کارو انجام بدم یا ندم هم اونا فرقی تو زندگیشون نمیکنه. این لطف منه و لطف بیجای منه، بیچشم داشتم میکنم و اشتباهه. یه سری آدم دیگه میان یه حرف دیگه ای میزنن، میگن که نه من تمام دوستای دور و برم رو اصلا اینطوری نگه داشتم. خب این جمله یعنی اینکه اگه من این کار رو نکنم، بر این باوره که اگر این کار رو نکنه نمیتونه دوستاش رو نگه داره و دوستاش میرن. آره این یه ضعف شخصیتیه به نظر من که تو با توجه به اینکه این مشکل رو تو خودت میبینی بیشتر روش مصر بشی و با این سعی بکنی دوستاتو دور خودت نگه داری. من اسمشو نمیذارم ضعف شخصیتی، من میگم آزمون و خطایی که پاسخ مثبت گرفته، یعنی جواب داده. خب یه سری آدم رو حالا مثلا توی قطعا راجب تمام اطرافیانش که صدق نمیکنه، مثلا 2 نفر 3 نفر رو اینطوری تونسته نگه داره دور و برش که حالا اونا خودشون چه چالشایی دارن که پذیرفتن اینجوری با این شخص بمونن سر جای خودش، باز اون توی مرحله دیگه ای از شناخته. ولی میاد این جوابی که گرفته رو بست میده به کل جهان اطرافش. این عجیبه. اینو من اسمشو نمیذارم ضعف شخصیتی، اینو اسمشو میذارم عدم توانایی نتیجه گیری صحیح، یا چه میدونم 1000 تا جمله بندی دیگه هم میشه واسش کرد. ولی ضعف شخصیتی رو من نمیتونم ترجمهش کنم، کلا نمیتونم ترجمهش کنم که ضعف شخصیتی رو من به یه آدم شاید مثلا خمیری مانند بگم، کسی که همیشه تو هر شخصیتی غالب میگیره، من اونو میگم ضعف شخصی. یه مسئله دیگه ای رو باید در نظر بگیریم که توی ویدیو هم بود، اینه که توقعی که بعد از این ماجرا اطرافیان از تو دارن اینه که خب مثلا من حالا مثال میزنم
من تو سر شهابم اگه بزنم شهاب با من مشکلی نداره. آفرین. خب این یه چیزیه که فکر میکنم یه مقدار بیمهری اطرافیانه که وقتی که شهاب با من این گونه رفتار میکنه، این یا مشکل مهرطلبی شهابه یا یه حالت دیگه هم که هستش که من رفتار شهاب با بقیه آدما رو که ندیدم. شهاب به نظر من علاقه‌ایه که داره به من نشون میده. از سر علاقه من هرچی به شهاب میگم شهاب با من موافقت میکنه. درسته. خب ولی بیا یه جور دیگه نگاش کنیم. ببین یه سری آدما، ما تو ویدیو معرفیمون هم گفتیم، یه سری آدما ترجیح میدن که اصلا کلا مباحث اینطوری و فکر کردن به این مباحث حالا بسته به شرایطی که دارن حالا توش زندگی میکنن اصلا اسکیپ کنن. مثلا میگه ما رو میبینه میگه آقا چی میگه این اصلا ولش کن چرت و پرت. آره برو یه چیزی بذار بخند، مثلا عشق ابدی پلی کنیم ببینیم مثلا که امروزمون رو فقط لحظه‌مون رو ساپورت بکنه، حال لحظه‌مون رو عوض بکنه. همون افراد در مواجهه با یک فرد مهرطلب از نظر من اینطوریه که اصلا فکر نمی‌کنن به این جریان. و چون فکر نمی‌کنن به جریان، کلاً افراد مهرطلب، جهان اطراف افراد مهرطلب حول محور ناخودآگاه انسان‌ها میچرخه و ما شاید اکثر چیزهایی که توی ذهنمون شکل گرفته در ناخودآگاهمونه. اینو که فکر می‌کنم پذیرفتیم هممون. ما به صورت ناخودآگاه شروع میکنیم رفتار ناصحیح با این افراد انجام دادن. یعنی میایم اصلا به جای اینکه مثلا بگیم آقا نیازی نیست، مرسی ممنونم، من فقط با تو درد دل کردم که فقط اینو گوش کنی، هیچ نیازی نیست که کاری برای من انجام بدی، من خودم کارهای خودم رو انجام میدم و دوست ندارم که تو انجام بدی. به جای این رفتار طرف وقتی به ما پیشنهاد میده خب من واسه اینو اوکی میکنم، میگیم تو ذهن یک لحظه خب خوبه دیگه این میخواد انجام بده، دستش درد نکنه، آره مرسی. بعد یواش یواش این در ناخودآگاه ما شکل میگیره که این آدم یک آدم بیکاریه که من رو دوست داره و دوست داره به من محبت بکنه. نه عزیزم اون خدنگ تو نیست. آفرین، اصلا همچین چیزی نیست. حالا اینو نمیشه مثلا تو ناخودآگاه درست کرد، مقصر اصلی اون فرد مهرطلبه. یعنی اون داره خودش این رفتار رو دیولاپ میکنه، گسترش میده، چون اصلا برای خود اون شخصه که آسیبه، برای بقیه که آسیبی نیست که دارن لذتش رو بقیه استفاده هم هست. آره دارن لذتش رو میبرن. یه مسئله دیگه هم که هستش توی ویدیو، یه تجربه رو من دیدم و این یه ذره قلب منو به درد آورد که یه نفر تجربه تجاوز داشت و اون از بابت اون تجاوزه احساس میکردش که مثلا اگه به کسی بگم مثلا خانواده از بین میره، اگه به کسی مثلا بگم روابطمون از بین میره و این استارت این رفتار شدش تا بزرگسالیش. متاسفانه این اتفاق وقتی برای یک کودک یا یک نوجوان رخ میده، حداقل توی جامعه ما که انقدر با این فرهنگ هی دست و پنجه داره نرم میکنه که نه نگو فلانی زشته مثلا ناراحت نشه، معمولا دچار این اختلال میشن و خیلی فکر که بهش میکنم واقعا دردناکه و آسیبزاست. و الان داریم یه بخش دیگه ایش رو میبینیم، شایان خیلی باحال اشاره کرد بهش، که توی این بخش طرف تو بزرگسالی دوچار یک حالا جدای اون ترومایی که تجربه کرده، دوچار اون تروما که اصلا خیلی اون که اصلا خودش هیچی سر جای خودش، اصلا دوچار مهرطلبی شده. یعنی اصلا یه بخش دیگه ای از زندگی این آدم تخریب شده و حالا باید با چند چالش مختلف دست و پنجه نرم بکنه و این واقعا دردآوره. وقتی اینجوری نگاش نکرده بودم، اینجوری که تو گفتی نگاش نکردم. من خیلی ناراحت شدم سرش. آره واقعا. یه مسئله دیگه ای هم بگم و فکر می‌کنم دیگه جمعش کنیم. اول ویدیو هم فکر کنم گفتم با توجه به فرهنگ تعارف ایرانی، خب این فرهنگ تعارف رو چقدر دخیل میدونی توی شکل گیری یه همچین رفتاری؟ این خیلی نمیدونم این فرهنگ از مهرطلبی اومده یا مهرطلبی یک جمعیتی تبدیل به فرهنگ شده. آره خیلی نزدیکه به هم. اصلا با هم دیگه چینن، یعنی زنجیرن قشنگ با هم دیگه و من اصلا نمیفهم چی به چیه.
اشتباهه. تو رو خدا بیاین یواش یواش، ما دوستی داریم داره سعی میکنه که از پشت تلفن وقتی شایان بغل دست من نشسته بهش میگه سلام برسون به شهاب مثلا، این کار نمیکنه. یا آقا نمیگم من، حالا اگه دوست داری خودت زنگ بزن به چرا من باید سلام شایانم سلام میرسونه. خب چی شد الان؟ چیکار کنم؟ آره یه مقدار این فرهنگ تعارفه. ببین از تا یه جایی مثلا مهمون نوازیه، نمیدونم احترام گذاشتن، به خودت جای دیگه هم مهمون نوازی هست، جای دیگه دنیا هم مهمون نوازی آره هست. ولی این که طرف مثلا اومده خونه تو مثلا خودت کلی کار داری، بعد به زور طرفو نگه میداری، برنامه کاری تو از بین میبری، نمیدونم از نظر مالی نمیدونم، اینا همه مهرطلبی حساب میشه. تعارفه رو باید واقعا تعارف نداری آقا. من خب اگه کاری نداری من دیگه میخوام استراحت کنم و باید برم. شما میمونی یا میری؟ یه جوری هم شدیده که هیچ معادل انگلیسی و خارجی براش وجود نداره، فقط تعارف به ایرانی هست دیگه. آره دیگه اصلا رسما فقط همین اسمه براش، چون فقط هم تو ایران اینجوریه. خیلی واقعا این به نظر من این فرهنگ تعارف میتونه مهرطلبی رو توی بچه‌های مایی که مثلا ما الگوی رفتاریشون هستیم و از رفتار ما الگو میگیرن، این فرهنگ تعارف باعث میشه که این مهرطلبی توی بچه‌های ما جا بیفته. آره باید واقعا یه کاری براش بکنیم به نظر من، حالا جمع‌بندی هم بکنیم. اگر خیلی نیاز به تغییر داریم توی این مدل رفتارمون، بهتره که با یه حرفه‌ای صحبت کنیم و با تمرین و تداوم و استمرار این موضوع رو برطرف کنیم توی خودمون، کما اینکه من خودم دارم این کار رو انجام میدم. آره تراپی به نظرم خیلی تاثیر مثبت داره تو رفتار خیلی و یواش یواش هم میگم باید تمرین کنیم، هم از توی این فرهنگه مقداری حذفش کنیم، نه اینکه کلا حذف بشه، یک مقداری حداقل تو روابط دوستانه‌مون، تو روابط کاریمون این رو حذفش کنیم. همه مهمون نیستن، مهمون نوازی خیلی خوبه ولی همه مهمون نیستن و احترام بیش از حد به انسان‌ها جور دیگه‌ای برداشت میشه و برای خودمون آسیب‌زاست. به نظر من که هم اگر با اینجور آدما برخورد دارید یه مقدار هواشون رو داشته باشید، هم اگر از اینجور آدما هستید پیش خودتون مدام تکرار بکنید که قرار نیست همه از من خوششون بیاد. یه ضرب المثلی که نمیشه گفت ضرب المثل، از یه نفر شنیده بودم کسی که همه ازش راضی هستن آدم درستی نیست. 100% یه مشکلی داره. نایس. خب اینو مدام پیش خودتون تکرار بکنید. یه موضوع دیگه هم بچه‌ها، ما توی این ویدیو خب مجبور شدیم از ویدیوهای امیرپارسای عزیز استفاده کنیم و اگه تجربیات این چنینی دارید، نه توی این موضوع، توی هر موضوعی که به سبک برنامه ما میخوره، تجربیاتتون رو برای ما کامنت کنید. راه‌های ارتباطی دیگه ای هم حالا راه اندازی می‌کنیم، پیج اینستامون هم راه میندازیم، تلگرام هم هست، تلگراممون هم همینطور. تجربیاتتون رو با همون در میون بذارید که محتوای ما هم دست اول تر بشه. آره اینجوری خیلی بهتر میشه، رو کیفیت کار ما هم تاثیر میذاره و قطعا ایده میگیریم از شما. همه کامنت ها رو من میخونم دونه دونه و استفاده میکنیم از نظراتتون. دم شما گرم. خداحافظی. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.